خدمات مطبوعات باجخانه و گمرک فرودگاه دمدید و شهر مسکو خبر داد که کارمندان این باجخانه از یک کوشش غیر قانونی به قلمرو روسیه وارد کردن مواد مخدر پیشگیری کردند. یک شهروند تاجیکستان که با پرواز دوشنبه مسکو آمده بود توسط راهرو سبز گذشتنی بود، ولی کارمندان گمرک انگام گفتگو از جامدان او در دو قوطی 6 بلیستر با 150 تبلت که پیدا کردند. تشخیص نشان داده است که این تبلت‌ها ها در ترکیبشان کدئین و متیل فنوبربیتال دارند که مواد مخدر محسوب شده آزادانه درآوردن آنها به قلمرو روسیه ممکن نیست. در رابطه با این حادثه سنجش ادامه دارد. بر اساس ماده 229 قسم 1 کودکس جنایی روسیه از مرز این کشور مرز گمرکی اتحاد اوراسیا غیر قانونی گذرانیدن مواد مخدر و داروور همچون قاچاق ارزیابی شده. برای آن همچون جزا از 3 تا 7 سال زندان همراه با جریمه به مبلغ تا 1 میلیون روبل پیش بینی شده است. تاجیکستان قبلا همچون یک مسیر قاچاق مواد مخدر افغانی، هیروئین، حشیش و افیون به بازار سیاه روسیه نام برآورده بود، ولی وقتهای آخر موردهای در روسیه با مواد مخدر سنتتیکی به دست افتادن زادگان تاجیکستان رو به افزایش آورده است.